تروریسم باید که تعریف کنن که تروریسم یعنی چی؟ تروریست معین کرده شود. کی تروریست است و تروریسم چیست؟ واقعا ما مخالف تروریسم، واقعا ما محکوم میکنیم تروریسم و تروریست در هر شکل که نوعی که نباشه. میروند چیکار میکنن؟ یک چیز بهانه میکنن، میگیرن میبرن ایرز زندان، مثل روزمان میکنن، آزادش میکنن، با دیگرش میگیرن میبرن. تو اینجا سلاح داری، تی این داری، تو اون داری، در سال 95 این کردی اون کردی. هر فضا را طور میکنن که همون آدم ها دیگه خوف داشته باشن، با گردنی بلند نرن. ولی اونهایی که مؤمن دارن، قرآن میگه که اونهایی که مؤمن هستن ایمان دارن، این آدم ها وقتی این چیزها که میاد بیشتر ایمانش زاید میشود، قوی میشود. خصلت مؤمن این است. ما اعضاهای حزب نهضت اسلامی، ما جانبداران حزب نهضت اسلامی حقوق خودمونه در چارچوبه قانونی موجوده، قانونهایی که امروز موجود هستند طلب میکنیم و باید هم طلب کنیم. از هیچ قید و زنجیر و زندان و از هیچ چیز حرس خوف هم نداریم. همینه. و هیچ کس هم حق نداره که از این چیزا ما را بترسونه. ما راه خیلی مشکل را بعد از انتخابات سال 2010 طی نمودیم و بر اثر این فشارها، طوری که استاد زنده‌یاد سید عبدالله نوری می‌فرمودند، اگر ما شکسته باشیم نریختیم، ولی ما حزب نهضت نه شکسته ایم نه ریخته ایم. و هر قدری که بالای ما و شما فشار و تعقیب و تحقیر و توهین و تهمت هایی نزدن، باز ما همان قدر استوارتر، قویتر و در عزم راسختر باقی مانده ایم. ما هیچگاه شکست نخواهیم. ما در هر دو صورت پیروز هستیم. درست است که امروز حتی در روند معرکه انتخاباتی قلم‌فرسایانی که در گذشته جانبداری از فرانک خلقی میکردند و عالمان فالبین و آینده‌نگر جمهوری علیه حزب نهضت تهمتنامه ها می نویسند و می خواهند که آبرو و حیثیتی که حزب نهضت دارد با آبرو و حیثیت حکومت و حزب خلق دموکراتی برابر سازند، ولی این کار از دستشان تا به امروز نآمده و در آینده نخواهد آمد. امروز میخواهند از حزب نهضت یک حزب پرخاشگر، ستیزجو، تندرو و افراطی را به نمایش گذارند، ولی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک چنین نیست. ما همگان یاد داریم که فتنه انگیزی از کی شروع شد. من صراحتاً میگویم که فتنه انگیزی از ملاقات رئیس جمهور با علما و پرت اکتیو حزب خلق دموکراتی شروع شد. ببینید، فیلمنامه های تحقیرآمیز، بهتان‌آمیز، تهمتنامه ای که علیه حزب نهضت پهن کردند، ولی آنها خادمان مقامات انتظامی بودند، نه تنها در جمهوری بلکه در خارج از جمهوری، در ازبکستان و روسیه به نشر گذاشته شدند که امروز دیگران با تمسخر به ملت تاجیک میگویند که فرزندان مردان این ملت در بیرون از کشور مهاجرت میکنند، ولی زنهایشان در داخل به فلان کارها مشغولند. به حکومتداران، با آنهایی که امروز در خدمت حزب حاکم حکومت گفتنی ام، ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم.
صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. اگر حزب‌های دیگر به خصوص حکومت و حزب حاکم میخواهند که نقش و آبرو و حیثیت حزب نهضت را کم رنگ نشان دادنی شوند، پس روی به مردم تاجیک بیارند. مردم را با جای کار، نفقه، معاش خوب، گرمی، زندگی، حقوقهایشان را بدهند. آنگاه مردم از آنها جانبداری خواهد کرد و با آنها رأی خواهد داد. بنابراین میتوان زیاد صحبت کرد، ولی ما شکایت نخواهیم کرد، نه از خود نه از دیگران. ما با راهی که انتخاب کرده ایم، با تصمیمی که در انتخابات گرفته ایم، با صبر و تحملی که ما و شما نهضتی ها داریم، انشاءالله این روند را نیز پس سر خواهیم کرد. شما هر کاری میکنید، صبر نهضت بیشتر و قوی‌تر از خشم شما است. ما با صبر خودمون شما را خشم‌آلود خواهیم کرد. ولی این هم یک جای دیگر هم قبلا گفته بودم که برای امنیت این ملت و این کشور هر چه تغییر لازم باشد، نهضت صبر خواهد کرد. صبر ما در این مسئله حد و حدود ندارد، ولی من می‌ترسم که صبر شما حد پیدا میکند و خودتون صبر تمام ندارید و دست باز به کارهای میزنید که نه تنها باعث خجالت و شرمندگی خودتان بلکه همه ملت میشود. فاجعه‌ای که امروز روز 4 سپتامبر رخ داد، این تقریبا میتوان گفت که ادامه اون وضع ناخوبی هست که کشور و بخصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طول چندین سالها داشت. اون سالی که شما و شاید که بینندگان شما یا دیگر یاران دوستان همیشه میپرسند که چرا این حادثه ها رخ داد و چه عامل ها تاثیر رساند که وضعیت کشور به این حد برسد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز ممنوع اعلام شود، باید علتهای آن را در انتخابات سال 2010 جست. در انتخاباتی که واقعا برای بسیاری ها غیر انتظار بود نتیجه هایش و نهضت اسلامی تاجیکستان همچون یک نیروی ملی و مقبول از طرف ملت به صحنه وارد شد و رأی بیشتری مردم را کسب کرد. اگرچه با تقلب حکومت جمهوری تاجیکستان دو جای برای نهضت اسلامی تاجیکستان جدا کرده بود، هم خود حکومتداران و هم مردم خوب می‌دانستند که رأی واقعی نهضت چقدر بود. به جای اینکه حکومت جمهوری تاجیکستان این رأی مردم را احترام بگذارد و قبول کند، اعتراف کند و با نیروهای اصیل مردمی همکاری کند، راه دیگری را پیش گرفت و با اون تنگ نظری و یکتازی در میدان آنها برنامه دیگر روی دست داشتن برای محدود کردن نهضت و صحنه بیرون کردن نهضت همچون رقیب اصلی در میدان سیاست. و شما هم همطور میدونید و مردم شریف هم که اون پروتکل 3220 که سال 2012 به نشر رسید بیانگر اون برنامه ها هست که حتی در سطح بالای کشور یک پروتکل غیر قانونی و غیر اخلاقی و مخالف به هم قانون و هم سازشنامه حساب قبول کرده شد و همه مسئولین دولتی، هم وزارت قدرتی و هم حتی کمیته دین و دیگر مقامات محلی وظیفه دار شدند که هر کدامشون در چارچوب صلاحیت و توانمندیشون علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت کنند و وضع را طرز کنند که تا انتخابات 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فلج شد و صحنه بیرون شد. ولی باز هم برادران خواهران ما در عموم حزب نهضت استواری نشان داد و در انتخابات 2015 هم نه تنها فلج نشدیم بلکه باید قوا و قدرت خوب وارد شدیم که بالاخره دیگر در اینجا
تاب نآوردن به این صبر و متانت و استواری حزب نهضت و نه اینکه انتخابات برگزار نشد بلکه یک مضحکه و یک اسپکتاکل تمام بود که مردم هم شاهدی آن بود. اصلا انتخابات در سال 2015 نداشتیم. آنها از اول برنامه بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را داشتند و می‌خواستند با راه فلج کردن یا با راه آن که ما خودمان اعلام کنیم که حزب نهضت دیگر فعالیت نخواهد کرد، ولی چون این به دست نآمد دیگر با استفاده از این بهانه که به دست آمد که این حادثه که روز 4 سپتامبر رخ داد و حالا هیچ کس نمی‌داند که عامل‌های اصلیش چی بود، این یا شورش بود یا جنرال نظرزاده تحت یگان شرایط مجبور شدند فرار کنند. حالا چون دیگر شاهد نیست ایشان هم کشته شد، دیگر این بهانه را استفاده کردند و حالا نه تنها حزب نهضت را بستن یا ممنوع اعلان کردند بلکه همچنین حزب اکستریمیستی و تروریستی هم اعلان شد که این را به فکرم حتی خودی همون حکومتداران و مسئولین باور ندارند.